امروز ویدیو خیلی عجیبی داریم. قرار اینو ترکیب کنیم با مواد مختلف و ببینیم چه مزه‌ای میده. همینطور که روی خودش میبینید با شیر ترکیب کرده. این چیفلکس خیلی هم گرونه و پیدا هم نمیشه، به سختی پیدا کردم تو شهرمون. روی این خودش نوشته که با شیر ترکیب کنید ولی ما به شیر بسنده نمی کنیم. اینجا ما 15 تا آیتم مختلف نوشتم روی این کاغذ. به صورت شانسی در میاریم، هر کدوم افتاد رو باید ترکیب کنیم با چیفلکس و بخوریم. امروز تو این ویدیو شما منو از 2 تا دوربین میبینید. یه دوربینم این بره. سلام. خلاصه داریم ویدیوها رو خیلی خوب هندل میکنیم، خیلی قوی میکنیم، از 2 تا دوربین استفاده میکنیم. بریم اول اینو آنباکس کنیم. آنباکس و بعد از بین اینا انتخاب کنیم یکی یکی و بخوریم ببینیم چی میشه. دیگه خدا به خیر کنه. یه قانونی هست، میگن اگه میخوای یوتیوبر بشی باید قید معدت رو بزنی. دیگه ما هم شروع کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینو باز کنیم. از اینجا فکر کنم باز میشه. که باید میکنیم با این ببینیشی فلکس باید این باید راحت نزدیک بریم بالشتی فلکس بالشتی ببینیم تقریبا که آیتم ها رو داریم. آیتم ها من نشون میدم به این دوربین و شما میبینید. یه قاطی بکنیم. نظرتون چی در میاد آخرین آیتم؟ آیا بدترین آیتممون همین اول کار در میاد و قرار معدمون رو اول کار نابود کنه یا بعدا نابود؟ اولین آیتمی که در اومد گلابه. گلاب بریم ترکیب کنیم با گلاب ببینیم چی میشه. این سمه مهلک چند تا از این میندازیم این تو. گلاب رو میریزیم روش. بوی گلاب پیچید در فضای خانه. معنوی شد خونمون. برای شروع متوسط بود، نه خیلی خوب بود نه خیلی بده. این گلاب به نظرم بد نیست. شده بخوریم چطور میشه. خیلی طعم خاصی نداره. این یه مزه کمی که گلاب داره با ترکیب این خیلی مثلا بد نمیشه، خیلی هم خوب هم نیست، ولی چیزه دیگه خوب قابل خوردنه. خوب نگیم قابل خوردنه. مورد بعدی که در اومد چاییه. همونطور که می‌بینید قراره این چیفلکس رو بریزیم توی چایی و بخوریم. منم چایی رو رفتم آوردم. دیگه ظرف نمیخوام کثیف کنم، همینجوری میریزم توی لیوانه. ببینید چایی چطور میشه. به نظرم خیلی ترکیب خوبی میشه.
که فکر میکردم نبود خیلی. فکر میکردم یه مزه خاصی قراره تجربه کنم، اونطوری نبود. یه مزه ساده است، مزه چیپلف مزه چیفلکس بیشتر و مزه نداره چایی با این. نظر من جدا جدا بخورید، اینو جدا بخورید چایی هم جدا بخورید بهتر. بچه ما قرار بود نمره بدیم، یادم رفت نمره بدم. به گلاب و چیفلکس نمره 6 از 10 میدم. خیلی بد نبود، خیلی هم خوب نبود. چایی ولی متاسفانه 5 از 10 میدم، چون هیچ تأثیری نداشت، واقعا متوسط بود. باز گلاب یه ذره مثلا عطر داده بود بهش، خوب کرده بود، ولی واقعا چایی به تنهایی خودش ولی با این خیلی مثلا خوب نمیشه. مورد بعدی که قراره بخوریمش رانی هلوه. عجیب، رانی هلو. بریم تستش کنیم. یه ذره ازشون می‌ریزیم توی لیوان. چه صدایی داره. هلو اینجا ترکیب سمی باشه. این دفعه به این زیده میخوام بخورم. خوشمزه میشه، خیلی خوشمزه شد. من فکرشو نمی‌کردم که اینقدر خوشمزه بشه این ترکیب، ولی واقعا خوشمزه شد. به این امتیاز 8 از 10 میدم. بریم بعد. وای خدای من، بعدی فرار سیب، سرکه سیب. خدای من، سرکه سیب خیلی بده. بریم بخوریم این چی میشه. سرکه سیب با این بد نمیشه. من چه عقلی داشتم که این آیتم رو گذاشتم و خواستم با این بخورم، نمیدونم واقعا من عقل ندارم. بریم تست کنیم ببینیم چی میشه. ایشالله یه ترکیب خوب در بیاد و کشف کنیم این ترکیب رو تا معده‌مون اذیت نشه. از همین الان قیافم اینطوری بود. بچه هر بدی خوبی دیدی طلا کنید، من یوتیوبر خوبی بودم. بده، خیلی بده این. به این امتیاز 1 از 10 میدم، واقعا خیلی بده. این بعدی. مورد بعدی که در اومد چای ماسالاست که الان دیگه تو فصلشیم و رونقشه، تو همه کافه ها سرو میشه و خورده میشه. سلیقه‌ای چای ماسالا، بعضی خیلی دوستش دارم، بعضی دوستش ندارم. این چرا سیاه‌سفید میشه چون تو شیر داره، به نظرم میاد خیلی بد نشه، ولی نمیدونم.
این دیگه هم خوبه حقیقش یه خورده حتی بهتر از گلابه این به نظرم میکنم 7 رو بگیرم 7 از 10 رو میگیرم خوب شد آیتم بعدی که در اومد و قراره چی فلیکس رو بریزیم توش رو بخوریم عرق نعنا ولی در اومدن عرق نعنا هم خیلی بد نشد این یه ذره معدمون رو بیمه میکنه واسه آیتم های بعدی که قراره بخوریم ولی نمیدونم میگه ترکیبش با این چی میشه خوب میشه بد میشه بریم تستش کنیم چیزی که ظاهرا به نظر میرسه اینه که یه چیز خیلی افتضاحی قراره بشه و تجربه کنیم انشالله که نشه شکلات هستن که کاکائو و نعنایی هستن مزهشون مزه اونو میده خیلی خوب نشد خیلی هم بد نشد یعنی 4 از 10 میگیره دوستش نداشتم 4 بچه ها آیتم خوبا من از راه میرسم کاپوچینو در اومد و یکی از آیتم های خوبمونه به نظرم خیلی خوشمزه میشه این فکر کنم این 9 رو بگیره خیلی خوشمزه است من باید بازم بریزم خیلی خوشمزه شد بچه ها کاپوچینو 9 از 10 خیلی خوب شد من خوشحال بودم که آیتم های خوب داره میاد ولی سس خرگر اومد این آخه مایه نیست که این جامده اینا چطوری اینو تون بکنم خیلی نمیدونم اینو چرا من طراحی کردم واقعا من اینا رو من دیشب طراحی کردم و به نظرم خوابم میومد و این آیتم واقعا آیتم خوبی نیست اینجوری نشون میدم سس خردل خیلی بد بود خیلی بد بود خیلی بد بود این چیه؟ این خیلی بده یک از 10 واقعا بده
آیتم بعدی اینه، آب لیمو. واقعا من قراره معده‌مو شستشو بدم بعد این ویدیو، چون چیزایی که میخورم خیلی چیز طبیعی نیست. آب لیمو. آب لیمو قلبشون میدیم. تصوری ندارم که با لیمو چه مزه‌ای میشه. ببینیم ترکیب خوب بیاد و پیشنهاد کنم به همتون که برید بخورید. هماشون اصلا توی راستا نمیرن، این میره این بر، این میره این بر. نخورید بابا. تو بالاخره آیتمی که باعث شد من این ویدیو رو بگیرم فرا رسید. شیر کاکائو. شیر کاکائو از اول پاییز هر جای اینستاگرام رو باز میکنی اکسپلر رو، یه نفر داره با شیر کاکائو این ترکیب میکنه میخوره، میگه ترکیب ترند پاییزی، که نمیدونم چه مزه‌ای میشه. اگه خیلی خوب بشه 10 میدم بهش و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید و به نظرم میشه اون 10 به نظرم پتانسیلشو داره که بگیره، چون این چیزا بود میگفتم اینا این میره این بر اون میره این بر، اینا هر دوتا میان یه سمت. به نظرم آقا اینو با هات چاکلت هم میخورم راستی و من دیگه شیر کاکائو رو ترجیح دادم. واقعا ترکیب جادوییه، خیلی خوبه. کلا مزه کاکائویی که نیاز دارم و این تامین میکنه، خیلی خوبه. آقا 10 از 10 فوق‌العاده است این ترکیب. این آیتم بعدی که بعد از شیر کاکائو اومد چیه؟ شیر موز. این ترکیبش با چیپولیکس چی میشه؟ چیپولیکس تستش کنیم چطور میشه. خدای خوبه. یه حالت طعمی بستنی طور داره. خوبه واقعا، خوشم آمد. ولی به شیر کاکائو واقعا نمیرسه. اینو مثلا میتونم 9 بدم. آره 9 از 10. بچه اینجا قهوه و شیر رو داریم به عنوان 2 تا آیتم بعدی. شیر رو که دیگه روش هم نوشته با شیر بخورید دیگه، مشخصه باید با شیر خورد و شیر خوشمزه است. اون قهوه هم به نظرم خوب میشه، ترکیبش با این خیلی خوب به نظر میرسه. اینم که میبینید شیر و قهوه هست که قراره بخورید. چه دیگه من کم میدونم، واقعا سیر شدم از اینکه اونقدر امروز چیپ پلوف خوردم. چیپ پلوف چرا میگن من به این؟ چیپلیکسه. چیپلیکس این ترکیب اصلی که
خود سازندگان این چیفلیکس گفتن با این بخور. قهوه خوشم نمیاد، این چهار هم نمیگیرم، این همون چهار رو بدیم به نظرم بهتره. بد نشده ولی هماشون خیلی با هم میکس نمیشه. به نظر میومد تماشون به هم بیاد خوب بشه ولی خب خیلی خوب. موزه کاپوچینو اینا از شیر خالی به نظرم بهتره. بهش 8 از 10 میدم. بچه ها 2 تا آیتم سمیمون مونده، یکیش سس چیلیتایه. نمیدونم چرا من باید اینو امتحان کنم، واقعا این مثل سس خردل. خیلی مثل سس خردل بد نشد ولی واقعا بده دیگه. اینو من فروغش بدونم و از دقیقش بدم و بریم آخرین آیتم که سمی‌ترین آیتممونه. آیتم آخرمون روغن زیتون آقا. روغن زیتون رو از من کشاورز بخر آقا. روغن زیتون آخرین آیتممونه و به نظرم سمی‌ترین آیتممون. این هم آخه مایه به نظرم حساب نمیشه. این روغن زیتون این چیه؟ یه حالت چیز داره، اینطوری داره. بچه همین الان کانال منو سابسکرایب کنید. اگه از این نوع ویدیو دوست دارید برام کامنت بذارید که از این ویدیو بیشتر براتون ضبط کنم. اینو چطور بخورم؟ خیلی بده. مزه بدی نداره. خیلی عجیبه این ویدیو، واقعا ویدیو خیلی عجیبی بود. من نمیدونم، مزه بدی نداره، فقط چربه. خدا